سلام و عرض ادب خدمت همه سرمایه‌گذاران عزیز. ببینید دوستان، با توجه به آپدیت جدید کمپانی تاپ اینوست مبنی بر اضافه کردن کیف پول توربو و پلان‌های 5% به این نتیجه رسیدیم که یک توضیح اول خدمت لیدرها بدیم و لیدرها بتونن خدمت سرمایه‌گذاران توضیح کامل و جامعی بدن. ببینید، سیستم سرمایه گذاری اروپا متشکل از پلان‌های 5% با استیک مبالغ خرده. یعنی چی؟ یعنی اینکه پلان 5% شما میتونید از مبلغ $200 به بالا تا $100,000 استیک بکنید و سرمایه گذاری کنید. حالا این استیک میتونه $252 باشه، میتونه $676 باشه، میتونه $3,922 باشه. یعنی شما تمام مبالغ خرد رو میتونید در این طرح سرمایه گذاری کنید. قسمت دوم آپدیتی که جدیداً به کمپانی اضافه شده برداشت آنی بوده که برای حوزه های دیگه و مناطق دیگه فعال بوده به نام کیف پول توربو، که کیف پول توربو میتونه ظرف 24 ساعت برداشت نقدی شما رو پرداخت کنه. جدیداً کمیسیون های بازاریابی، یعنی ریواردی که به دوستان لیدر پرداخت میشه، به کیف پول توربو اضافه میشه و مونثلی پروفیت یا همون 0.5% ماهانه‌ای که دوستان دریافت میکنن به کیف پول توتال کش واریز میشه. پلان های وی آی پی که هنوز سر جاشون هستن و سودها به همون توتال کش به پرداخت میشه و واریز میشه و از اونجا میتونید بردارید. پلان های 5% هم سودشون به کیف پول توربو واریز میشه به علاوه کمیسیون بازاریابی که به کیف پول توربو واریز میشه. حالا ویژگی های کیف پول توربو به این صورت هستش که شما میتونید تعداد نامحدود برداشت بزنید و مبالغ نامحدود، یعنی نه سقفی برای برداشت وجود دارد، نه از لحاظ تعدد برداشت ماهانه محدودیتی وجود دارد و واریزی اون کیف پول هم که 24 ساعته هستش که البته این طرح به صورت آزمایشی برای منطقه ما فعال شده و اگر دوستان استقبال کنن از این موضوع میتونن که این جزئیاتی رو که الان برای ما فعال کردن رو به صورت دائمی برای منطقه ما فعالش کنن. در خصوص حساب‌های آبشاری و حساب‌های فیک هم معمولاً خود کمپانی نظرش بر فعالیت گروهی هست، یعنی گروه ها بیان فعالیت کنن، چه در فضای مجازی و چه در فضای بازاریابی بیان فعالیت بکنن و قطعاً خب اونا نمیتونن تو صدا سیمای جمهوری اسلامی ایران بیان شروع کنن از تلویزیون ما استفاده کنن و بیان تبلیغ بذارن و قطعاً میان از سرمایه گذارانشون به عنوان سیستم تبلیغاتی استفاده میکنن و این انتظار رو از ما دارن. ببینید دوستان، شما اگر فرض کنید که یه ماشین سنگین یا یک تریلی، یک کامیون، یک ماشین راهسازی خریده باشید، اگر قرار باشه که مایی 100 میلیون، مایی 200 میلیون، مایی 300 میلیون تومان از این دستگاهتون در بیارید، نگاه میکنید که مایی 40 میلیون، مایی 50 میلیون تومان هزینه شه. ولی خب توی این طرح سرمایه گذاری شما دیگه نیازی به هزینه کردن ندارید مگر یک تبلیغ اینستاگرام، یک تبلیغ واتساپ، یک تبلیغ تلگرام چقدر میتونه هزینه داشته باشه، یا فعال کردن یک سری ربات روی کانال اینستاگرامیتون، یک سری ربات روی کانال های تلگرامیتون که بتونه اخبار شما رو و سیستم سرمایه گذاری شما رو نشر بده. خب قطعا یک شرکت، یک کمپانی، اگر شما صاحب خود همین کمپانی